بچه نگاه کنید این دستگاه الان تعمیر شد، سالم تمیز سرویس شد. مشکل این دستگاه این بود که بنده خدا آب داغ نداشت و ما اومدیم این کیت شیربرقی که داخلش بود رو در آوردیم، دیدیم خراب شده و یه دونه کیت شیر تعمیر براش گذاشتیم. الان داره سالم کار میکنه، الان رادیاتور داره کار میکنه، داغ شده. به محض اینکه آب داغ باز میکنیم شعله میگیره و اینم آب داغمون که واقعا داغ شده. به محض اینکه آب داغ باز میکنیم شعله میره بالا. از این آب داغ کامل خروجیش تا آب داغه، اصلا تا رادیاتور نمیره. قبلا کلا آب گرم میاد توی رادیاتور. از این آب باز میبندیم دستگاه برمیگرده حالت رادیاتور.